سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. تو این ویدیو قصد داریم قطعه شماره 73 از کتاب شیوه سنتور نوازی استاد پشنگ کامکار به اسم الا یا ایها الساقی رو با هم دیگه کار بکنیم. قطعه فوق العاده زیباییه و یکی از قطعات ماندگاریه که استاد چرام ناظری هم اجراش کردن و فوق العاده زیباه. حتما برید گوشش بدین این قطعه رو. قبل از اینکه شروع کنیم ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. این تنها راهیه که شما میتونید من رو حمایت کنید و به من انگیزه بدید که من بتونم این راه رو ادامه بدم. ممنون که تا آخر ویدیو با من هستید. بریم که یه ویدیو خوب داشته باشیم. خب این قطعه شماره 73 3/4 و خب 3/4 نوشته شده ولی خب سرعتش بالاه، یعنی با سرعت 120 قراره اجراش بکنیم. اگه بخوایم طبق شمارشش بریم جلو یه کمی گیج کننده میشه براتون. حالا یه تیکشو با شمارش من براتون اجرا میکنم، البته که طبق شمارش میریم جلو، اما الگوهایی که توی هر ضرب داریم رو اگر حفظ کنید، چون الگوهای محدودی هم هست، یعنی 2-3 مدل مختلف فیگور ریتمیک بیشتر توی این قطعه نداریم، اگر این فیگورها رو حفظ باشید اون وقت راحت‌تر میتونید این قطعه رو اجرا بکنید. شروع میکنیم با هم دیگه. ببینید شروع قطعه اولا یه چیزی که جدید هست و متفاوت هست نسبت به درس‌های قبل اینه که این قطعه با ضرب شماره 3 شروع میشه. یعنی مثل اینه که 1-2 توی این قطعه سکوت بوده و حالا از ضرب شماره 3 قطعه ما شروع میشه. به قطعاتی که این شکلی شروع میشن میگن این قطعه با آف تاکت شروع شده یا با آپ بیت شروع شده یا تو فارسی میگیم با ضرب بالا شروع شده. یعنی 1-2 سکوته با ضرب شماره 3 قطعه ما شروع میشه. خب حالا تو ضرب شماره 3 میشه برای 2 اول، او و میشه برای 2 دوم که چنگه، او یه آخر میرسه به سی، یعنی میگیم 3 او و او. 3 او و یعنی رو و چیزی اجرا نمیشه، او یه آخر میشه اون سی بعدی، 3 او و او و بعد تو میزان اول میزان بعدی میشه 1 او و او 2 او و او. حالا اگر این الگو رو حفظ کنید یعنی 2 2 2 2 2 2 اینو اگه حفظ باشید میدونید تو ضرب شماره 3 بعد این حالت اجرا بشه 2 2 2 2 2 2 میشه 2 2 سی سی لا سی سی 2 2 سی سی لا سی سی فا سول لا سی دو ر دو سی سی لا سی. این فیگوره رو حفظ باشید. دو لا چنگ چنگ دو لا چنگ میشه 2 2 2. یا فیگوری که آخر خط اول داریم دو لا چنگ چنگ نقطه دار 2 2، یعنی توی ضرب 3 اون فاصل پشت سر هم اجرا میشه و خب چون سل چنگ نقطه داره کششش طولانی تر میشه. این الگوها رو جدا جدا اگه حفظ باشید خیلی راحت تر با این قطعه ارتباط برقرار میکنید. حالا با هم دیگه میریم جلو، یکی دو تا نکته دیگه هم وسط ها هست با هم دیگه کار میکنیم. خیلی خب پس نوتامون هست 2 2 سی سی لا سی. این میشه یه جمله که از ضرب شماره 3 شروع میشه. میگیم 1 2 3 1 2 3. این میشه یه جمله. پس شد. خب حالا جمله بعد دوباره شروعش یه سی زرده، یه نوت رو سی زرد میزنیم، 2 سکوت سیاهه، دوباره ادامهش همونیه که الان زدیم 2 2 سی سی لا سی. پس 2 مرتبه این جمله داره عیناً تکرار میشه. ادامهش میزان آخر خط اول دوباره یه سی رو سیمای زرد داریم، ضرب 2 سکوت، تو ضرب 3 میزنیم فاصل، میریم خط بعد لا سی دو سکوت ر دو سی سی لا سی و اینجا یه جمله کامل میشه. حالا من یه دور از اول تا میزان سوم خط دوم اجرا میکنم که این جمله رو بشنوید. 2 2 سی سی لا سی سی 2 2 سی سی لا سی سی فا سول لا سی دو ر دو سی سی لا سی. با شمارش اگه بخوایم بزنیم میگیم 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. میریم قسمت بعد که نوشته جواب. قسمت جواب تکرار همون از میزان آخر خط اوله. یه سی رو سیمای زرد و رو سیمای سفید میزنیم
فا سول لا سی دو ره دو سی سی لا سی. این دقیقا اون قسمتی که توی شعر زدیم اینجا توی جوابشو میدیم. و بعدش یه ولت 1 داریم که ولت 1 دقیقاً تکرار میزان اوله. میزان اول همون در واقع میزان صفرم محسوب میشه. وقتی که قطعه با آفتاک شروع میشه اونو به عنوان میزان صفر حساب میکنیم. همون دو دو سی که شروع ملودی ما هست تو ولت 1 اجرا میشه و بعد تکرار میشه، برمیگرده از دولا خط تکرار این قسمت رو تکرار میکنیم و این یه عبارت کامل شکل میگیره. پس یه بار از اول تا این قسمت تکرار رو براتون اجرا میکنم که روش قرار این شعر دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد، قرار روش این شعر خونده بشه. یعنی مثلا اینطوری میشه: دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد. حالا جواب. حالا تکرار مصرع دوم: به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد. جواب. حالا میره ولت 2. حالا میره تو این قسمت: نه هر کلکی شکر دارد. نوت ما اینه: یه سی رو سیمای زرد، میره دو ره ره دو ره دو سی. پس میزنیم. شماره 6 میشه 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. قسمت بعد خط چهارم میزان دوم، یه سی رو سیمای زرد و دو 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 سی سی لا سی دو ره دو سی سی لا سی. خیلی شبیه بالاه، فقط یه تغییر جزئی داره. پس خط چهارم از میزان دوم تا آخر نوتمون میشه دو دو سی سی لا سی دو ره دو سی سی لا سی. تکرار. بسیار عالی. میریم سراغ خط پنجم. خط پنجم میریم رو سیمای زرد، یه فا رو سیمای زرد داریم، دو سکوته، از ضرب شماره 3 نوتمون هست سی سی دو لا. اینجا یه نکته‌ای که داریم خط اتحادی هست که بین سی آخر میزان اول و اولین سی توی میزان دوم کشیده شده. این خط اتحاد وقتی این خط بین دو تا نوت همنام کشیده میشه دیگه بهش نمیگیم خط اتصال، میشه خط اتحاد و معنیش اینه که ریز باید روی نوت بعد ادامه پیدا کنه. یعنی در واقع کشش نوتی که توی ضرب ضعیف میزان اول قرار گرفته ادامه پیدا میکنه تو ضرب قوی میزان بعد و یه جورای اجازه خوردن ضرب قوی رو نمیده و به این حالت هم ضد ضرب میگیم دیگه. پس به اندازه ضرب 3 و 1 بعدی باید ریزمون رو بکشیم. یعنی میشه فا سی سی دو لا. با شمارش میشه 1 2 3 1 2 3 و 1 بعدی رو ریز میگیریم 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. بعد از علامت تکرار دو میزان فا دو دو سی سی لا سی دو ره دو سی سی لا سی. این باز دوباره تکرار بالاه. پس از شروع خط پنجم تا خط ششم میزان اول رو اجرا میکنم. روی این قسمت شعر الا یا ای یوها ساقی ادر کسن و نابلها. روش این شعر خونده میشه، یعنی اینجوری میشه الا یا ای یوها ساقی ادر کسن و نابلها کش خاصان ولی افتاد و
مشکل ها. حالا قسمت بعد دوباره جواب هست. خط ششم از میزان دوم. سی سکوت، ر دو سی دو فا، سی سی لا سل فا. میزنیم این قسمت رو. ر دو سی دو فا، سی سی لا سل فا. شمارشش هم که واضحه. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. خط بعد سی دو دو سی لا سی دو 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 سی لا سی سی دو دو سی لا سی دو 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 سی لا سی. شمارشش میشه 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. قسمت جواب بود. یه بار دیگه از خط ششم میزنم کل قسمت جوابو. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. بسیار عالی. میریم سراغ قسمت بعد. خط 1 2 3 4 5 6. خط هفتم دو میزان آخر، اون قسمتی که نوشته شعر. فا زرد سکوت، سی دو ره فا سل فا می ره فا، سی دو ره فا سل فا می ره. تکرار میشه. با شمارش میشه 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. قسمت بعد دوباره یه فا زرد داریم، سکوت، بعد میشه ر ر دو سی دو ر ر دو دو سی فا، ر ر دو سی دو ر ر دو دو سی. یه بار دیگه. و یه خط یکی مونده به آخر. دوباره سی زرد سکوت، دو دو سی سی لا سی دو ر دو سی سی لا سی. اجرا میکنیم. سی دو دو سی سی لا سی دو ر دو سی سی لا سی. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. قسمت بعد که تکرار، دوباره تکرار میشه تکرار خط پنجم. یه فا رو سیمای زرد که میشه فا سی سی دو لا فا سی سی دو لا دو دو سی سی لا سی دو ر دو سی سی لا سی. 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. خب حالا یه دور از اول تا آخر براتون اجراش میکنم که بشنوید که چه صدایی قرار از این قطعه در بیاد. این تکراره. جواب
امیدوارم که این قطعه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ممنون میشم که کانال یوتیوب منو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.